اگه شما هم مثل من کلی نرم افزارهای رشد فردی و مدیتیشن و یادگیری زبان رو گوشیتون دارید و سال تا ماه بهشون سر نمیزنید و دارن اونجا خاک میخورن، ولی از اون طرف کلی از وقتتون رو صرف شبکه‌های اجتماعی میکنید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. به نام خدا، سلام. چند روز پیش که حافظه گوشیم تقریبا داشت پر میشد، گوشیم بهم یه سری نرم افزارا رو پیشنهاد داد که خیلی وقت ازشون استفاده نکردم و پیشنهاد داد اینا رو پاک بکنم تا فضای گوشیم آزاد بشه. وقتی که شروع کردم به این نرم افزارا نگاه بکنم، عجیب بود. شبکه‌های اجتماعی توشون نبودن، ولی تا دلت بخواد این نرم افزارهای رشد فردی و مدیتیشن و یادگیری زبان و امثال اینها بودن که مدت‌ها بود، چند ماه بود که من از اینا استفاده نکرده بودم و اینا داشتن خاک می‌خورد. و وقتی یه ذره فکر کردم، دیدم من روزی چند ساعت دارم از وقتم رو صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنم، ولی انگار زورم میاره چند دقیقه هم که شده یه چیزی یاد بگیرم توی این گوشیم و برای یه کار مفید این وقتم رو خرج بکنم. واسه همین این واسم یه معضل شد. گفتم برم بگردم ببینم چه راه حلی وجود داره که من بتونم این نرم افزارهای مفید رو هم مثل شبکه‌های اجتماعی اعتیادآور بکنم و خودم رو مجبور بکنم که ازشون استفاده بکنم. و خبر خوب اینه که به راه حل رسیدم. زمانی که داشتم دنبال جواب میگشتم، به یه مصاحبه از یه پروفسور برخوردم که یکی از سازنده‌های یه نرم افزار آموزش زبان انگلیسی بود، نرم افزاری به اسم دوولینگو، و ایشون داشت توضیح میداد که از چه تکنیک‌ها و روش‌های روانی استفاده میکنن توی این نرم افزار که اون رو مثل شبکه‌های اجتماعی اعتیادآور بکنن و فرد رو مجبور بکنن که دوباره به این نرم افزار برگرده. اون رو بررسی کردم و به یه سری راه حل خیلی جالب و خیلی کاربردی رسیدم که قراره تو این ویدیو با هم یکی یکی مرورشون بکنیم. بریم سراغ ویژگی اول، تکنیک استریک یا ادامه دادن. همین ویژگی که خیلی از نرم افزارا دارن و وقتی شما به طور مرتب روزانه وارد این نرم افزار میشید و ازش استفاده میکنید، امتیاز شما بالا میره و یه شمارشگری تعداد روزایی که شما آنلاین شدید و استفاده کردید رو نشون میده. و اگه شما یه روز وارد این نرم افزار نشید، این ریست میشه و برمیگرده به صفر. حالا قرار نیست در مورد قدرت این کار اغراق بکنیم، ولی این کار واقعا برای ما تاثیرگذاره و خیلی کمک میکنه که ما خودمون رو مجبور بکنیم که یه کاری رو دوباره تکرار بدیم و دوباره انجامش بدیم. اگه بخوام از زندگی خودم یه مثال بزنم راجع قدرت این استریک، من پادکست زیاد گوش میکنم و واسه گوش کردن به پادکست هم از نرم افزار کست باکس استفاده میکنم. یادم چند وقت پیش یه آپدیت داد کست باکس که تقریبا همین استریک رو اضافه کرد به نرم افزار. یعنی شما هر روزی که آنلاین می‌شدی یه توکنی به شما تعلق می‌گرفت و حالا هرچی بیشتر آنلاین می‌شدی روزانه توکن بیشتری به شما میداد و اگه یه روز آنلاین نمی‌شدی این توکن ریست می‌شد و دوباره توکن کمی به شما تعلق می‌گرفت. و خوب یادمه خیلی از روزا بود من اصلا نیازی نمی‌دیدم که بخوام پادکست گوش بکنم و توی برنامه‌ام نبود و یا نمی‌رسیدم. ولی با این حال وقتی فکر می‌کردم که اگه من امروز نرم توی نرم افزار توکنم ریست میشه و برمیگرده به حالت اول، میگفتم خب اشکالی نداره، فقط میرم تو نرم افزار که آنلاین شدنم حساب بشه میام بیرون. و وقتی میرفتم تو نرم افزار میگفتم خب حالا بذار یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم یه چیزی گوش بکنم. یعنی خیلی از روزا من اصلا نمیخواستم توی این نرم افزار برم، ولی همین تکنیک استریک باعث میشد من مجبور بشم به سمت این نرم افزار برم و ازش استفاده بکنم. حالا من به شما پیشنهاد میکنم خیلی از نرم افزارا که این قابلیت رو دارن هیچ، اگه ندارن شما یه لیست باید تهیه بکنید. در اصل من تشویقتون میکنم که لیست رو تهیه بکنید، چون این حالت کاغذی و این تیک زدنه خیلی بهتر از خود نرم افزار میتونه شما رو تشویق بکنه. حالتهای پیش‌ورزش هم توی اینترنت هست اگه بگردید که روزها رو مشخص میکنید و هر روزی که این کاری که باید انجام بدید رو انجام میدید یه تیک میزنید. مثلا من یه لیست 30 روزه تهیه میکنم، هر روزی که وارد نرم افزار یادگیری زبانم میشم، روز اول، روز دوم، روز سوم رو تیک میزنم و به ترتیب ادامه میدم. این فوق‌العاده کمک میکنه که من واسه نشکستن این ادامه دادنه، واسه نشکستن این استریکم که شده، هر روز آنلاین بشم. حتی روزایی که حال ندارم، خیلی از روزا شاید یه دقیقه وارد بشم، ولی همین خوبه. همین که نمیشکنم، زنجیر پاره نمیشه، ادامه پیدا میکنه، این فوق‌العاده است. پس از این تکنیک اصلاً غافل نشید. تکنیک دومی که این پروفسور بهش اشاره کرد و به نظر منم فوق‌العاده است، نوتیف دادن یا یادآوری کردنه. تحقیقات نشون داده که واقعاً یادآوری کردن به ما کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی من هر روز به یه طریقی بهم یادآوری بشه که فلان کارت مونده، فلان کار مهم رو باید انجام بدی،
یادت نرفته که. میبینی این یادآوری که بهم میشه یه فشار رو میذاره که ببین باید انجامش بدی، در حالی که اگه این نوتیفه حذف بشه و اصلا کسی بهم یادآوری نکنه، خیلی احتمالش بیشتره که من این کار رو رها بکنم و انجامش ندم. پس این یادآوری خیلی میتونه کمک بکنه. حالا اگه نرم افزاری رو میخواید استفاده بکنید که خودش نوتیف نداره، اشکالی نداره. ساعت گوشیتون رو کوک بکنید روی یه ساعت مشخص، مثلا 6 بعد از ظهر، و تعیین بکنید که من از ساعت 6 تا 6 و 10 دقیقه میخوام از این نرم افزار استفاده بکنم. لطفاً هم نذارید ساعت 6 تا ساعت 12، یه تایم منطقی بذارید. 5 دقیقه 10 دقیقه اصلاً کم نیست. و بگید من مثلا سر این ساعت میخوام از این نرم افزار استفاده بکنم. ساعتتون رو کوک بکنید، توی توضیحات یادآوری هم بنویسید که تایم استفاده از این نرم افزار توه. رو حالت تکرار قرار بدید که هر روز سر همین ساعت زنگ بزنه. من خودم به شخصه تو روز چند تا از این یادآورا دارم تو ساعت‌های مختلف که زنگ میزنن و کارهای مهمی که باید به صورت روزانه انجام بدم رو بهم یادآوری میکنن و اصلا هم نمیتونم منکر قدرت این بشم که چقدر باعث میشن من هر روز، حالا هر چقدرم که سخته، به یه سری از کارام پایبند بمونم و تحت هر شرایطی انجامشون بدم. و نکته سومی که میخوام بهتون یادآوری بکنم اینه که ما هر چقدرم تلاش بکنیم، آخرش این نرم افزارهای مفید به اندازه شبکه‌های اجتماعی اعتیادآور نمیشن، که این رو توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم که اصلا چرا این شبکه‌های اجتماعی اعتیادآورن و دلیلش رو براتون توضیح میدم. ولی فعلا همین رو بپذیرید که ما هر کاری بکنیم این نرم افزارهای مفید نمیتونن اونقدر اعتیادآور بشن. ولی خب خبر خوب اینه اینا اصلا نیازی هم نیست که اونقدر اعتیادآور بشن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میرید توی شبکه اجتماعی احساس خلق ارزش عموما نمی‌کنید. یعنی خیلی زیادم براتون پیش میاد که بعد یه تایمی با خودتون فکر میکنید اصلا من توی این شبکه اجتماعی چی کار میکنم، یا حتی عذاب وجدان میگیرید که من چقدر وقتمو دارم هدر میدم و امثال اینها. ولی وقتی وقتتون رو توی یه نرم افزار مفید سپری میکنید و یه چیزی یاد میگیرید، یه انگیزه درونی هم پیدا میکنید که آره من یه کار معنادار انجام دادم، من رشد کردم، من امروز یه قدم هرچی کوچیک بهتر شدم. میبینید یه انگیزه درونی هم بهتون کمک میکنه. واسه همین میگن تقریبا 70-80% اعتیادی که به شبکه‌های اجتماعی دارید رو اگه بتونید به کارهای مفید و نرم افزارهای به درد بخور ایجاد بکنید، کار حله. چون اون 20-30% باقی مونده رو این انگیزه درونی، این معنا داشتن زندگی براتون پوشش میده و کلی از مشکلاتتون رو حل میکنه. و باید بگم که من خودم با استفاده از این روشی که به شما گفتم تونستم تا حد زیادی نرم افزارام رو مدیریت بکنم و یه سری نرم افزارهایی که تو گوشیم خاک می‌خوردن رو تبدیل بکنم به یه بخشی از روتین روزانه زندگی. امیدوارم شما هم از این تکنیک‌ها استفاده بکنید و نتیجه بگیرید. لطفاً نتایجتون رو با ما به اشتراک بذارید و ممنونم از وقتی که گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. شما رو به خدا میسپارم. روز خوش.